حدود یک ماه تا اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. اسفند ابلاغ انجام شد، 2 ماه بعد 25 اردیبهشت تاریخی هست که موافقتنامه قابلیت اجرایی پیدا میکنه. مذاکرات این موافقتنامه از سال 98 بین کشور ما 5 عضو این اتحادیه آغاز و بعد از 3 سال در دی 1401 امضا شد. امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنند. با اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه، فرصت طلایی برای حضور کالاهای ایرانی در بازار نزدیک به 200 میلیون نفری آن گشوده می شود. با استفاده از پیمان اوراسیا ما با تعرفه کمتری میتونیم در این بازارها حضور داشته باشیم. تعرفه کمتر همون صحبتی است که امروز قدرت‌های جهانی در مورد تعرفه‌ها و جنگ تعرفه‌ها استفاده می‌کنند. فرصتی که اگر استفاده نشود میتواند به تهدید تبدیل شود. این موافقتنامه‌های تجاری به این شکلن، همونقدر که برای شما فرصت ایجاد می‌کنن برای طرف مقابل هم فرصتن. حالا فرصت‌های اونها ممکنه بعضاً تبدیل بشه به تهدید تولیدات داخلی یا بازارهای داخلی. حل چالش‌ها از حمل و نقل تا بانک و بیمه مسیر را برای استفاده از این فرصت هموار می‌کند. یکی بحث این کوریدور شمال به جنوبه. باید در موردش یک بازخوانی بشه، طراحی مجدد بشه. ما باید رو بحث بیمه هم باز یک تمهیدی بیاندیشیم و از شرکت‌های بیمه‌ای که در حوزه اوراسیا فعال هستند استفاده بکنیم. سازمان توسعه تجارت با راه‌اندازی دبیرخانه شناسایی موافقتنامه اوراسیا و تورهای استانی در مسیر آشنایی بیشتر با فرصت‌های آن قدم برداشته است. همکاران من به استان‌های مختلف مراجعه می‌کنند. از طریق همکاری با اتاق‌های بازرگانی استانی در اون استان جلساتی برگزار میشه و در اون جلسات موضوع موافقتنامه، ابعادش، روش‌های بهره برداری از فرصت‌هاش و سوالاتی که احیانا اونجا بازرگانان، تجار و تولید کنندگان دارن پاسخ داده میشه. در ماده 101 برنامه هفتم پیشرفت هم بر کمک به ارتقای ایران در سطوح بین‌الملل و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی همچون اوراسیا تاکید شده است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.